سلام. میخوام یکی از عجایب هفت‌گانه رو نشونتون بدم. واقعا بی‌نظیره. فکر نمی‌کردم انقدر زیبا و قشنگ بشه. تو مسیر خور به طرف بیابونک یه قسمتی بود که بهش میگفتن آبشار نمک. من فکر نمی‌کردم نمکم به آبشار داشته باشه و واقعا وقتی اومدم اینجا رو دیدم به عظمت خداوند پی بردم که چگونه از اینجا داره نمک از دل کوه میاد بیرون. چقدر زیبا و قشنگه، چقدر بی‌نظیره. این رودخونه ای از نمک، آب شوری که از اینجا میاد میبرن تصفیه میکنن و پتاس میگیرن ازش. عظمت خداوند، لا اله الا الله. دل بیابون یه همچین کوهی وجود داشته باشه که این همه آب بیاد بیرون، اونم نمک.